خوش آمد و خیر مقدم میگم به عزیزان خداوند. هدف مورد بحث که چگونه کتاب مقدس رو مطالعه کنیم اینه که شیطان نتونه تعالیم اشتباه رو وارد اعتقادات ما کنه. چون عیسی مسیح در متی 24 وقتی شاگردانش زمان بازگشت مسیح و حوادث زمان آخر رو سوال میکنن، عیسی مسیح اولین مطلبی رو که بیان میکنه ایمانداران رو از خطر مسیحیان کاذب که باعث گمراهی ایمانداران میشه مطلع میکنه. بنابراین اهمیت درک و فهم کتاب مقدس هرچه بیشتر برای ما آشکار میشه. اول قرنتینیان 1:10 نوشته که همه یک سخن گویید و شقاق در میان شما نباشد، بلکه در یک فکر و یک رأی کامل شوید. کتاب مقدس یک حقیقت و یک معنا داره. ما میتونیم اون رو از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم، اما نمیتونیم تعبیرها و تفسیرهای مختلفی بر روی آن بذاریم. ما احتیاجی نداریم که نظریه شخصی برای درک و فهم کتاب مقدس به کار ببریم، چون کتاب مقدس به ما یاد میده که چطوری معنای اون رو درک کنیم که ما اون رو به 5 قسمت تقسیم میکنیم. آیایی که ما استفاده میکنیم از کتاب مقدس ترجمه قدیم و مواردی از کینگ جیمز ورژن به زبان انگلیسی استفاده میکنیم. سرها رو خم میکنیم برای دعا. ای پدر آسمانی، جلال بر نام مقدست، تو را میپرستیم و میستاییم. متشکر هستیم از فرصتی که داریم تا مطالعه کنیم کلام مقدست را و مایل هستیم با کلام مقدست با ما صحبت کنیم. دعای ما این است که روح مقدست با فکر و قلب ما کار کند و کمک ما کنی که متوجه شویم چطور میباید کلامت را بخوانیم و از فریب شیطان در امان باشیم. به ما گفتی که حقیقت را خواهیم شناخت و حقیقت ما را آزاد خواهد کرد. ما در زمانی هستیم که دنیا از نظر سیاسی و اقتصادی در یک تحول جدیدی وارد می شود و بر ما آشکار می کند که آمدن عیسی مسیح بسیار نزدیک است. خواهش می کنیم کمکمان کنی تا آماده باشیم برای بازگشت عیسی مسیح. در نام گرانبهای عیسی مسیح می طلبم. آمین. قسمت اول موضوع مورد بحث ما از دوم پتروس باب 1 خط 20 دوم پتروس باب 1 خط 20 شروع میکنیم و این رو نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. در اینجا کتاب مقدس به ما می‌آموزه که نبوت به وسیله روح القدس الهام شده و ما اجازه نداریم تفسیر شخصی روی اون بذاریم. 2 مثال از کتاب مقدس میاریم و ملاحظه میکنیم که چگونه سمبول‌های کتاب مقدس به وسیله خود کتاب مقدس ترجمه میشه. مثال اول متی 24 خط 30. متی 24 خط 30 آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را بینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید. ترجمه سمبل ابرها در کتاب مقدس با 2 آیه از مزامیر توضیح داده میشه. مزامیر باب 104 خط 3. مزامیر باب 104 خط 3 ابرها را مرکب خود نموده و بر بالهای باد می‌خرامد. مزامیر باب 68 خط 17. مزامیر باب 68 خط 17 عرابه های خدا کروره ها و هزاره هاست. در نوشته بالا خدا ابرها را مرکب خود نموده. مرکب نیز به معنای عرابه است، پس ابر به معنای عرابه خداست و در آیه بعدی عرابه خدا کرورها هستند که کرورها به معنای فرشته هاست. پس عیسی مسیح در هنگام بازگشتش به همراه هزاران فرشتگانش خواهد آمد. این به معنای ابرها است. مثال دوم مکاشفه یوحنا باب 2 خط 1. مکاشفه یوحنا باب 2 خط 1 به فرشته کلیسای در افسوس بنویس که این را میگوید او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا می‌خرامد.
معنای سمبل ستاره و 7 چراغدان را در کتاب مکاشفه یوحنا پیدا می‌کنیم. مکاشفه باب 1 خط 20. مکاشفه یوحنا باب 1 خط 20. 7 ستاره فرشتگان 7 کلیسا هستند و 7 چراغدان 7 کلیسا می باشد. می بینیم که ستاره به معنی فرشتگان نیز هستند و فرشته به زبان یونانی انجلوس می باشد و انجلوس به معنی پیام آور نیز هست. پس جمله فوق بدین معنیه: عیسی مسیح روی سخنش به پیام آور کلیسا یا رهبران کلیسا می باشه و حضور او در میان 7 کلیساست که دوره تاریخ کلیسا از زمان شاگردان مسیح تا کلیسای هفتم که آخرین کلیسا در زمان بازگشتش می باشد. قسمت دوم، اشعیا باب 28 خط 10. اشعیا باب 28 خط 10: زیرا که حکم بر حکم و حکم بر حکم، قانون بر قانون و قانون بر قانون، اینجا اندکی و آنجا اندکی خواهد بود. در اینجا آیه فوق می‌فرماید تعالیم کتاب مقدس اندکی در اینجا و اندکی در آنجا خواهد بود. به عبارت دیگر ما از تمام کتاب مقدس باید استفاده کنیم تا تعالیمش را به طور کامل و واضح بفهمیم. برای مثال، برای فهم حادثه بازگشت عیسی مسیح ما میبایست حداقل 10 آیه از کتاب مقدس استفاده کنیم تا تصویر کاملی از کتاب مقدس برای ما باز بشه. در اینجا ما فقط 2 آیه را به طور مثال میاریم. متی باب 24 خط 26. متی باب 24 خط 26: پس اگر شما رو گویند اینک در صحراست، بیرون مروید، یا آنکه در خلوت است، باور مکنید، زیرا همچنان که برق از مشرق ساطع شده به مغرب ظاهر می شود، ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد شد. مثال دوم، اول تسالونیکیان باب 4 خط 15. اول تسالونیکیان باب 4 خط 15: زیرا این را به شما از کلام خدا میگوییم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها رو بوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. قسمت سوم، از اعمال باب 17 خط 11. اعمال باب 17 خط 11 کتاب مقدس به ما می‌آموزه: و اینها از اهل تسالونیکی نجیب‌تر بودند، چون که در کمال رضامندی کلام را پذیرفتند و هر روز کتب را تفتیش می‌نمودند که آیا همچنین است. این جمله به ما یاد میده تعدادی از یهودیان پیام پولس را میپذیرند و به مسیح ایمان میآورند وقتی که صحبت‌های پولس را در مورد مسیح با کتاب مقدس مقایسه میکنند و متوجه میشن که عیسی همان مسیح موعوده. اما در مقابل یهودیایی نیز بودند که به خاطر موعظه پولس در مورد مسیح حتی تا حد مرگ سنگسار کردند پولس رو. پس نتیجه میگیریم که تعلیمی را که از کتاب مقدس آموزش میدهد میباید صحبت‌های او را با کتاب مقدس مقایسه کنیم و هیچگاه شخصی را محکوم نکنیم یا او را بپذیریم مگر به واسطه مقایسه کتاب مقدس با تعلیماتش. پس کتاب مقدس بالاترین مرجع برای ما ایمانداران میباشه، حتی بالاتر از رهبر کلیساست، چون رهبر کلیسا هم میباید با کلام خدا مورد آزمایش قرار گیره. کتاب مقدس میفرماید در افسوسیان 6:17 و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. ما به قسمت آخر میرسیم از تعلیم کتاب مقدس. در اعمال باب 8 خط 26. اعمال باب 8 خط 26 میخونیم: اما فرشته خداوند به فیلیپوس خطاب کرد و گفت برخیز و به جانب جنوب به راهی که از اورشلیم به سوی غزه میرود که در صحراست روانه شد. فرشته خدا فیلیپوس را راهنمایی میکند تا شخص حبشی را ملاقات کند و ذهن او را در مورد کلام خدا باز کند. و وقتی شخص حبشی اشعیا نبی رو میخونه، فیلیپوس از او سوال میکنه آیا میفهمی آنچه را که میخوانی؟
و شخص حبشی جواب میده چگونه میتوانم مگر آنکه کسی مرا هدایت کند. از این آیه نتیجه میگیریم ما میبایست فروتن باشیم، چون خداوند میتونه از دیگران برای باز کردن کلام خود برای ما استفاده کنه. در اینجا ما به پایان موضوع که چگونه کتاب مقدس را مطالعه میکنیم رسیدیم. باشد که خداوند ما را از هرچه بیشتر در معرفت خود رهبری کند. آمین.